وقت تاجیکا به پشتون و افغان غول میگن هدفشون از این چی است؟ اگر یک شخص یک قوم و یا یک گروه برخلاف آموختن علم دیگرها باشد، اگر بر از اونا غول نگویم پس چی بگویم؟ خیر رقمی که باشه بزرگترین غول حبیب الله کلکانی و پیروانش است که هم مکاتب دوری امان الله خان باعث شد بسته شد و هم پانتونای دوری امان الله خان باعث شد بسته شد و هم باعث شد که هزاران دختران و جوان از بورسه های تحصیلی باز بمانند. در پالویش میتونیم خود احمد شاه مسعود یک غول بزرگ گویم، چون در کتاب روایت صدیق مسعود که خود خانمش اقرار میکنه که امی احمد شاه مسعود دیگه بخار گرفت و بالاخره مکاتب و پانتونا را انفجار میداد و در پولیش میتونیم برهان الدین ربانی در بزرگترین غول بگوییم که در روی دخترای پانتون و فاکولته ها تیزاب پاش میدادن. و ها کدام چیز رگام گفتی تو بگو؟ پشتونا صدها سال قدرت بزرگ پیش خود نگاه کردند و کوشش دارن که تاریخ و زبان فارسی را از بین ببرن. ها حزب قومی گفتی و تعصب گفتی. اول ببین که حزب قومی را کی میکنه. که این جنگ فقط یک جنگ قوم تاجک است، کسای دیگه در این نقش نداره و این یک جنگ قومی و باقی ملیت ها را ما خلاص کردیم و به زودی قسمت کار از جام تمام خواهد شد. بزرگترین قوم پرست کره زمین که میگه دیگه سایر اقوام ما مشکلش حل کردیم، صرف پشتون مونده. گوش کن، ما اگر تعصب میکردیم 80% مردم ما میتونن دری صحبت بکنن، نوشته بکنن، بخوانن و بالاخره تمام لوحه های ما به زبان دری است و بالاخره تمام مضامین مکتب ما به زبان دری است و بالاخره تمام اصول اداری ما به زبان دری و فارسی است. ما اگر مشکل ایجاد میکردیم اینا را اجازه نمیدادیم، ولی برعکس شما یک حرف پشتو صحبت کرده نمیتونین، یک حرف پشتو نوشته کرده نمیتونین. حتی یک لوحه که تبدیل شده بود او را برادر در توییتر و در فیسبوک ها انداختین و گفتین که لوحه به پشتو نوشته شده، در حالی که 99% لوحه ها به زبان دری هستند. و یگام چیز دیگه هم گفتی، ببین که من جوابت میدم. اما پشتونای ما بد اخلاق و ضدی هستن که هر قدر بر ازیا محبت نشان بدی و خوبی کنی باز اینا در مقابل شما استاد میشه و به احترامی میکنه. پشتونا را بد اخلاق گفتی ها؟ بد اخلاق اینو گونه فامیلا هستن که در بوتل شاشه میکنه و بالاخره پشت خانه مردم میره بیابگی و رسوایی مندازه. بد اخلاق اونو کسان هستن که 4 سال به تمام وسایر اقوام توهین و تحقیر کردن که حتی چیغ استاد جلال و حتی محمد نور و امثال هم و حتی خود احمد مسعود برتون قسم داد که دیگه بد اخلاقی و توهین و تحقیر نکنه. بد اخلاق اینی نوع دخترها هستن که برادر عزیز لذت جنسی دیگه مردا را فراهم میسازه و بیادرش مثل تو که بیادرش هستی می توهین و تحقیر میکنی. ببین جوان، یک آدم با سواد و با منطقتان پیدا کنین که ما بیاین بحث بکنین. این رقمی چرپر نکو. ما از کت قوم کار ندارم که شما ما میفهمم.